خب ایشان نورالدین جان، از شما یک التماس دارم درباره آدمانی که زنان را 3 طلاق میکنند و باز به همان زن از سر نکاح میکنند. بعضا جوانها از روی نادانی باشد، اکثر اونها آدمان کلانسال است، صاحب چندین فرزند هستند. در جامعه ما این کار و نظر مردم سهل و به اهمیت وجود دارد. آیا این مرد با زن 3 طلاقه بعد نکاح بعد از طلاق شدن فرزند تولد شود، قسمت آن فرزند چیست؟ خوب خلاصه گپ همین درباره این روشنی اندازید. برادر عزیز، کسانی که 3 طلاقه رو رخصت می‌دهند، یکی از اونها من هستم. من از این فتوام هم پنهان نمی‌دارم و از کسی هم نمی‌ترسم و پروایی که پیش کس هم ندارم. وقتی که مفتی برای او کسی که 3 طلاق کرده است از روی جاهلی، از روی نادانی، حالت غضب یا این وای، اگر فتوا دید که 1 طلاق شد، البته این قول صحیح است، زیرا که حدیث صحیح مسلم است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زمانشان 3 طلاق 1 طلاق حساب بود. فتوا دید اگر میتواند او آدم زنش رفته از سر نکاح کرده گیرد، زندگی خودش ادامه دهد. یعنی این وابسته به قول به فتوای مفتی است. برادر عزیز، بنابراین شما در این باب شبهه نکنید. اگر اونها رفته از کدام مفتی کاغذ آورده باشند، از اداره مفتیات است یا از ماست یا از دیگر فتوا آورده باشند، اون صورت اونها در حلال پاکیزه است که زنش نکاح کرده گیرد و زندگی خودش ادامه دهد. عزیزان من، امروز زنهای بی شوهر در کوچه ها پر است. با حسابی که امروزه قریب 56% اهالی تاجیکستان زن است، 44% مرد است. اگر من خطا نکنم خاک مزاحید. بالا این چقدر زنها به شوهرند. او یک جاهل حالت غضب ده، حالت عصبیت ده یا حالت مستی ده، به اختیار خود زنش 3 طلاق میکند که او صاحب 5-6 گودک است. آخر این زنک چی گناه دارد که از احمقی شوهر و خانه ویران شود و گودکاش در کوچه مونه؟ مگر آسانتر نیست که مفتی به مذهب دیگر پیروی کرده، به حدیث رسول اکرم تکیه کرده، همین بیچاره آیلش ویران نکند؟ این خوبتر نیست؟ از ویران کردن آیلی او چی میبراییم؟ مادامی که راهش هست، مادامی که شریعت برای وی حل معین کرده است. بنابراین شما در این باب تشویش نشوید. کسی که این فتوا رو میدهد وی در پیشگاه خدا خودش مسئول است، وی خودش جوابش پیشگاه پروردگار نمیگوید. بنابراین من از ملاها خواهش میکنم، از کسانی که این فتواها رو ایراد میگیرن، اونها تشویش نشون، اونها جوابدار نیستن، خود فتوا دهنده جوابدار است. فقط همین قدر گویند که اونها پیش خدا بخشن جوابشان نمیدهند. نه اینکه از کفار دغدغه کرده و از مذهب برآمد و نخواد که به یک 3 طلاقه یا طلاق گفتن از مذهب آدم برو. مانند که یک ما را از مذهب بیرون است گفته، او خودش همون آدمی که ما را از مذهب بیرون میگذاره، والله من قسم حانیزی میکنم و حضرت محمد را نمیشناسد، در کجا تولد شدنش نمیداند، حضرت محمد هم کتاب دارد ندارد چه نمیداند، و هم مختصر میداند، شرح القاهره میداند، هدایت. خیال میکنه که همین مذهب امام اعظم است. والله در مذهب حضرت محمد صدها هزار کتاب نوشته شده، بخواد همین مختصر به تمام شده باشد. اول او میگوید که از مذهب صاحب مختصر بیرون برآید تو درست، یا در حالت مستی طلاق میکند. مفتی در این باب حال و زندگی او رو دیده، حق دارد فتوا تیاد. چقدر که فتوایی که میتیاد. کاملای عزیز، السلام علیکم. من زنی دویم می باشم و طبق شرع مسلمانی با مردی که زن دارد عقد نکاح بستم، اما شوهرم از زنی نخستینش ترسیده نسبت به من به اعتنایی میکند، مرا از چشم دیگران پنهان می نماید و هیچگاه در جای همراه خود نمی برد و از جمله تولد کردن هم برای من منع است و در ماه تنها 1-2 شب نزد من می آید و خلاص. این عدالت را رعایت نمی کند. لطفاً بگوید که من چیکار کنم و شوهرم چیکار کنم. اولش که من به این جواب توصیه میدیم که بین شما و همسر کلانیش عدالت رعایت کند، چی در تأمین خانه جای خواب و چی در تأمین لباس و خوراک برابر عدالت کند
و یک شب پیش همسری کلانش باشد باید یک شب پیش شما دو باشد و یک لباس برای او خرد باید یک لباس برای شما خرد. وقتی که یگان جا حاجتی رفتن شود باید شما را همراهش برد اگر ضرورت شود. بنابر این است آن چیزی که اسلام اجازت میدهد برای دو زنگی. اگر همین شرطها را جوانهای ما اجرا کرده تانند میتوانند اونها دو زن یعنی دو زن گیرند. اما وقتی که این شرطها را اجرا کرده نمیتوانند آن دو زنگی هوس نیست. این دو زنگی و سه زنگی از آن من برای شهوترانی نیست، این مسئولیت است. این باید او را با حالتهای وضعی نشده در بالای سرش باشی، باید که او را با اشیای زندگی پره تامین کنی. این است آداب. حتی رسول اکرم میگویند من کانت له، این کسی دو زن داشته باشد و لم یعدل بینهما، بین زنهاش عدالت نکند، روز قیامت که از قبر میخیزد یک طرف او فلج شده میخیزد. و این مستی نیست که یک زن یا دختر بیچاره فریب کرده نکاح کنی گیرید و ثانی یک ماه یک بار پیش روی او بیچاره هم که بیشوهر بارین گردد، از او بعد اون بیشوهر گردد او بهتر است. بنابر قرآن میگه فَإِن لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَوَاحِدَةً، اگر شما دو زنگی ده قدرت نداره میترسه یک زن گیره برای شما بس است. خوب که خواهر عزیز شاید این شوهر شما یگان عذر داشته باشد، یگان کارگر باشد، از منصبش میترسد. بنابر صبر کردن گیره خلاقه یک روز ببینی خوب میشود مثل پیشتر بارین باز شما را هم همراه مانند همسر کلانش بارین یعنی حرمت میکنه و این نگاه بونی میکنه. فقط شما صبر کنید خواهر عزیز. از به شوهر گشتن تا نه، از در کوچه ها هر روز یک ماشین نو به نو سوار شدن تا نه، در لب دریاها رفته معیشت کردن یک ساعت، از او را بعد شوهر داشتن تا با نکاح اسلامی این بهتر است. صبر کنید خدا خواه خوب می شود. راملای عزیز چند ماه پیش این کار در شهر رسیه گذشته بود. یک زن با شوهرش با 3 فرزندش در شهر رسیه بودند. شوهرش در رسیه با خسور بردهش بسیار جنگ و جنجال ها می شدند. در وقت قهرش در روی زنش گفته است که اگر من همین دادر تو را نکشم تو به من 3 طلاق. وای داماد و خسور بردهش را نکشت. اکنون می تواند که اینها زندگیشان را ادامه دهند یا نه؟ التماس جواب گویید ایشان نورالدین جان این سوال های من را که من جواب این سوال را به قشلاق کلخازآباد می رسانم. خواهر عزیز خوب این قسمی که شوهر در حالت غضب یاد کرده است در مذهب ما، این قسم حساب است. این اگر من برادرت نکشم تو به من 3 طلاق گفته است، لیکن این زود طلاق نمی شود. آنه که برادرش زنده است این زن شوهر میتونن زندگیشان ادامه دادن گیرند، لیکن در قصدش در دلش هم تو قصد میکنه که خوب یارو میکشوندن به همین زندگیشان ادامه دادن تا وقتی مردنی خسر بردهش. فقها میگن همون روز که خسر بردهش مرد اگر دعا کن که خسر بردهش عمر دراز بیند، اگر مرد همون روز زنش با 3 طلاق میشود. این مذهب ما همین است، 3 طلاق میشود. بنابر همین جوانای خوب خواهش من از شما این است که بهوده لفظ طلاق استفاده نبرید. آخر این طلاق مانند جراحی است، در حالت نهایت ضرور او را استفاده بردن در کار است. مانند که بیمار را بیمارخانه میبرند اول دکترها و توصیه میدن به تبلیت‌ها و به دیگر داروها، هیچ امکانیتی شفا بخشی نباشد، آخران حل به جراحی است. بنابر باید زن شوهرم اندک سبب کتی جنگ و جنجال ها و ناآرامی کتی باید طلاق استفاده نبرند. آخر خوب دیگر گپا هست، کاهش هست، تحریکی هست. آخر هیچ امکانیتی زندگی کردن نداشته باشید دیگر اندیشه کن که ممکن نیست من به این زندگی. همون وقت اسلام اجازت میده 1 طلاق کند. چی ضرورت دارد 3 طلاق کردن؟ چی ضرورت دارد 10 طلاق کردن؟ 1 طلاق کند، بعد از عدهش بود شدن همون خانم میتواند شوهر کرده رود. بعد از بود شدن عدهش و دیگر همسر شما نیست. لیکن فایده 1 طلاق همین است که پسان پشیمان شوی بعد از 1 سال هم
اگر همسر شوهر نکرده باشد راضی شود بار گشته گرفته میتونه. آی چه مصیبت است؟ 3 طلاق میکنن نیم نگشته پس پشیمان میبیان سوال کنی که من زن 3 طلاق کردم. بنابر خاطر همین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه همین 3 طلاق جاری کردن برای خاطر سیاست و زجر. باشه 3 طلاق در عصر رسول اکرم نبود. جوانای خوب خواهش میکنم لفظ 3 طلاق را هرگز استفاده خداتان رو بدنام نکنید. خوب اگرچه مفتی ها حالت ضرورت به فتوا هم تیند آدم ها شما را طعنه میکنن 3 طلاق گفت آخر نکنید همین کارا.